أينما كنا أينما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. درسی هفتم تفسیر سوره الکافرون. در سبب نزول سوره گفته شده بعضی از مشرکین برای رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنهاد دادن که 1 سال تو خداهای ما را عبادت بکن و 1 سال دیگر ما همراه تو خدای تو را عبادت میکن. الله تعالی برای ردی پیشنهاد نامعقولی از اینها این سوره را نازل فرمود. البته مخاطب سوره بعضی از مشرکینی که الله تعالی میدانست که اینها ایمان نمیارن و به حالت کفر از دنیا میرن، مخاطب سوره همانها می باشد. سوره الکافرون یکی از سوره های مهم قرآن کریم هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم این سوره را در وتر به طور مداوم می خواندن. رکعت دومی وتر که 3 رکعت هم می خواندن و همچنان در سنت فجر رکعت اول هم همیش می خواندن و در 2 رکعت طواف هم رسول الله صلی الله علیه وسلم در رکعت اول این سوره را خواندن و رسول الله صلی الله علیه وسلم به خواندن سوره در بستر خواب امر کردن و فرمودن که سوره براءت از شرک می دهد، بر انسان از شرک بری می سازد. ترجمه لفظی سوره: بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون. قل بگو ای پیامبر صلی الله علیه وسلم بری کفاری که پیشنهادی عبادت غیر الله را به تو کردن. ایها الکافرون، ای کافران. لا اعبد ما تعبدون، عبادت نمی کنم من آنچه را که شما عبادت می کنید. ما اینجا مای موصوله، یعنی آنچه را که شما عبادت میکنید، اشخاص یا ذوات یا بت‌هایی را که شما عبادت میکنید، ما او را عبادت نمیکنم هرگز. یا اینکه مای مصدریه، یعنی ما تعبدون، عبادت ما مانند عبادت شما نمی باشه. یعنی در وصف و در کیفیت عبادت ها فرق میکنه. عبادت ما خالص برای پروردگار می باشه و اما عبادت شما خالص برای پروردگار نیست، غیر الله را هم سهیم می سازید. ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما عبادت کننده هستین ما اعبد، آن ذاتی را که من عبادت می کنم، یا اینکه به طریقی که من عبادت می کنم. مشرکین عبادت می کردن، الله را صدا می زدن و بلکه در حالات خاصی، یعنی حالت تنگنا و حالت ضیق، بجز الله کسی دیگر را صدا نمی زدن. لکن همراه از این که الله را صدا می زدن در حالاتی که آسانی برشان می آمد، حالتی فراخی، دو صورت غیر الله را هم صدا می زدن و در عبادت الله تعالی شرک می آوردن. پس عبادتی پیامبر صلی الله علیه وسلم عبادت خالص بوده، توحید خالص بوده. اما عبادت مشرکین عبادتی که در او شرک است، در او سهم غیر الله است. ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما عبادت کننده هستین ما اعبد، آن ذاتی را که من عبادت میکنم. ببخشید یک آیت قبل از این مانده: ولا انا عابد ما عبدتم، و نه ما عبادت کننده هستم ما عبدتم، آن ذاتی را که شما عبادت میکنید، معبودانی را که شما عبادت کردید و عبادت میکنید.
در ماضی عبادت کردید و در حال عبادت میکنید و در مستقبل هم عبادت میکنید مورد عبادت کننده نیست. ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما عبادت کننده هستید ما اعبد، آن ذاتی را که من عبادت میکنم. یعنی به طریقی که من عبادت میکنم عبادت خالص که غیر الله در او سهیم نباشه، شما به این طریقه عبادت نمیکنید. شما غیر الله را، بت‌ها را پرستش میکنید و در عبادت الله تعالی غیر را سهیم میسازید. البته گفتیم آیت به اعیان و اشخاصی از مشرکین نازل شده که اونها به حالت کفر از دنیا رفتن. در این جملاتی که مکررن ذکر شده، مفسرین چند توجیهاتی دارن. از جمله میگن این جملاتی که مکرر ذکر شده برای تأکید ذکر شده، چون عرب یا غیر عرب یک مسئله را که بالاش تأکید کنن مکررن او را ذکر میکنن، بار بار تکرار میکنن برای اهمیت اون مسئله. اینجا الله تعالی با تکرار ذکر میکنه که عبادت غیر الله امکان نداره، تأکید میکنه و این چیزی مهم است. یعنی شرک در دین اسلام به هیچ صورتی درست نیست و به هیچ حالتی امکان نداره که بین عبادت الله تعالی و بین عبادت غیر الله فرق کرده نشه و هر دو را یک چیز شمرده شه، امکان نداره. یعنی توجیه اول این جملات تأکید است و توجیه دوم جملات لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اینها به اعتبار حال است. یعنی حال بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلا به پیشنهاد شما رد میکنه، امکان نداره که هم عبادت الله و هم عبادت غیر الله شود. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، و این جملات به اعتبار مستقبل است. یعنی فعلا هم رد میکنه و به اعتبار مستقبل هم رد میکنه که در مستقبل هم امکان نداره و در هیچ وقت امکان نداره که دین شرک با دین توحید خالص هم پیمان باشن و به عبادت غیر الله اتفاق کنن. هیچ امکان نداره. لکم دینکم ولی دین، برای شما دینتان است و برای من دین من. یعنی دین شما دین شرکی، یعنی دینی که توحید را با شرک خلط کرده، یعنی دینی که عبادت الله و عبادت غیر الله می باشه در او. و اما دین من دین اسلام، دین توحید، عبادت خالص برای پروردگار، دینی که نظام الله تعالی را منقاد می باشد، هیچ وقت به نظام های غیر متبع نمی باشد و نظام های غیر قبول ندارد بجز نظام الله تعالی. از این سوره بعضی استفاده های عقیدتی میشه. از جمله سوره جمله قل یا ایها الکافرون رد الزامی است برای بعضی از مشرکینی که صدای غیر الله را بلند میکنن و در حالات خاصی، حالت تنگنا، حالت ضیق و حالت خواستن غیر الله را صدا میزنن، یا رسول الله میگن، یا علی، یا حسین، یا عبدالقادر جیلانی، یا فلان. باز وقتی که برشان گفته شد این نداهای شرکی است، شما از غیر الله طلب میکنید. یعنی شخصی که وفات کرده، از دنیا رفته، در چنین حالت شما با چنین شیوه وقتی که صدا میزنید، این بجز خواستن از غیر الله دیگر هیچ مفهومی نداره. در این صورت انسان فقط از الله میخواه، یا الله میگه و الله با مشکلی از او میرسه و الله تنها میتواند مشکلی از او را دور بسازه. با این صورت برات میگه وقتی که این ندای غیر الله باشد و قرآن هم آمده یا ایها النبی، یا ایها الرسول و غیر نداهای دیگره، آیا این هم شرک است؟ پس از این یا ایها النبی، یا ایها الرسول، امون ندای شرکی خدا میخوان اثبات کنن و از استدلال بگیرن. این جمله یا ایها الکافرون رد الزامی برای از اینها که پس اگر
مقصود یا ایها النبی یا ایها الرسول اینجا ندا جواز ندای غیر الله باشه، یعنی جایز است که از کفار هم استغاثه خواسته شود. اینجا خود استغاثه یعنی ندا برای کافر آمده. پس انسان ایره بدانه که نداها فرق میکنه. اینجا ندای خاصی برای استغاثه نیست، برای تنبیه هست، برای مخاطب قرار دادن اون عده از کفاری که به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد دادن. و اونجا هم یا ایها الرسول یا ایها النبی مقصود استغاثه نیست، مقصود خطاب است برای پیامبر و او خطاب تا قیام قیامت، تا با وقتی که قرآن وجود داره تا او وقت خطاب وجود داره. مسلمان ها خطاب میخوانن و الفاظی است که مکررا هر وقت خوانده میشه و مقصود از اون استغاثه غیر الله نمی باشه. و اما اینجا در حالت خاص وقتی که یک میت صدا زده میشه و از او خواسته میشه یا رسول الله یا علی یا فلان، در حالت تنگنا بجز استغاثه و بجز خواستن از او دیگر هیچ مفهومی نداره. اگر حکایت یک واقعی باشه یا آیت قرآن کریم چنین خطابی پیامبر خدا کرده باشه، در این صورت باز این ندای غیر الله گفته نمیشه. و همچنان در این سوره توحید خالص بیان میشه. توحید خالص یعنی عبادت حق خالصی پروردگار است. در این عبادت غیر الله هیچ سهمی ندارد و در هیچ حالتی غیر الله پرستش نمیشه. درس سوم اعلان براءت از تمام معبودان باطله و همچنان از تمام ادیان غیر اسلام. ادیانی که غیر از اسلام از اینها همه ادیان باطله، به شمول دیانت یهودیت و نصرانیت و همه از اینها دیانت های باطله هستند. یعنی سیست که یهودیت و نصرانیت دینی منزل از جانب الله تعالی بود و برای مردم خاصی. وقتی که دین اسلام آمد، قرآن نازل شد، همه دینها منسوخ گردید و اونها به دین خود تحریف آوردن و امرای تحریف این دینها منسوخ شد، دیگه به این دینها عمل نمیشه. اینها دینهای باطل هستن و کسی که اگر اعلان براءت از چنین ادیان نکرد او در حقیقت مسلمان نیست. بعضی از مسلمان ها خود به اسلام انتساب میدهن، دعوای وحدت ادیان دارن، میگن هیچ مشکلی ما با دینهای دیگری نداریم، همه دینها صحیح است. هر کسی خدا را به هر طریقی که عبادت میکنه، در دین نصرانیت است، یهودیت است، بوداییت است، هندوسی است، دینهای دیگری است، هر کس به هر طریقی که عبادت میکنه، مهم خدا به الله به هر طریقی که میرسانه اشکال نداره. ما میگیم نه، این عقیده باطل است، بجز عبادت الله، بجز دین اسلام، بجز دین توحید دیگر هیچ دینی درست نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. این عقیده خسران است، ضلالت است، گمراهی است. غیر الله را کس پرستش میکنه، به دینهای دیگری اگر با روشی از اونها عبادت میکنه، همه از اینها باطل است و اینها گمراه هستند و این را باید مسلمان اعلان بکنه. چهارم اثبات استخدام کلمه دین به ادیان غیر باطل و همچنان به عبادت غیر الله. یعنی دین درست است که انسان دینی باطل دین بگوید، یعنی کلمه دین به او استفاده ببره، و همچنان عبادت غیر الله دین است. و بالله التوفیق.